سلام، من حسین عباسی هستم، مدرس اقتصاد در دانشگاه مریلند. در این جلسه میخوام در مورد نظام‌های اقتصادی با شما صحبت کنم. مباحث این جلسه رو در 6 سرفصل کوتاه خدمتتون ارائه خواهم کرد. ابتدا مسئله‌ای که در انتهای جلسه اول مطرح کردیم، یعنی نتایج انتخاب‌های افراد رو مجددا خدمتتون توضیح میدم. بعد میرسیم به چرخه فعالیت‌های اقتصادی و یه ذره بازترش میکنیم و بعد عملکرد اقتصادی جوامع و اقتصاد در دوران ما قبل صنعتی رو به طور مختصر در موردش صحبت میکنیم و بعد به اقتصاد بازار و اقتصاد دستوری میپردازیم. در انتها هم یه مختصری در مورد ارزیابی سیستم‌های اقتصادی توضیح خواهم داد. نتایج انتخاب افراد چیه؟ این مدل رو قبلا دیدیم. خواسته‌های نامحدود آدمیان با منابع محدود ترکیب میشن و یه چیزی رو میسازن به نام کمیابی. کمیابی یه واقعیت غیر قابل اجتناب دنیاست. همیشه بوده و همیشه خواهد بود. توضیح سادهش اینه که ما غول چراغ جادو نداریم که هر چیزی رو که خواستیم فوراً و به هر مقداری که خواستیم برامون بیاره. ما در دنیای آکنده از محدودیت‌ها و با خواسته‌های نامحدود زندگی می‌کنیم. در نتیجه بایستی انتخاب بکنیم. انتخاب‌های ما منجر به جواب دادن به 3 سوال اساسی میشه. چه کالایی در یک اقتصاد تولید بشه، چگونه تولید بشه و برای که تولید بشه. پاسخ به این سوالها تعیین کننده میزان رفاه یا بهره‌مندی افراد جامعه است و پاسخ به این سوالها سیستم اقتصادی که بر اقتصاد حاکم هست رو وارد مباحث میکنه. بسته به سیستمی که ما در اقتصاد حاکم میکنیم، پاسخ به این سوالها فرق خواهد کرد. اول به یه تحلیل کلی نگاهی بیاندازیم. چه کالا و خدماتی در یه جامعه تولید میشه؟ ما یه سری نیازهای طبیعی داریم. نیاز به غذا، نیاز به لباس، نیاز به مسکن، نیاز به درمان، نیاز به آموزش و غیره. این نیازها بر مبنای هزینه و فایده‌ای که تولید کنندگان و مصرف کنندگان انجام میدن، این نیازها دیده میشه و بر مبنای اونها کالا تولید و مصرف میشه. در واقع اون هزینه فایده‌ای که در فصل اول صحبتش بود، این کالاها و خدمات رو تولید میکنه. ما نیاز به غذا داریم و یه نفر پیدا میشه، یه گروه پیدا میشن که این غذا رو تولید کنن و در اختیار ما بذارن و ما به ازاش چیزی دریافت بکنن. ما نیاز به لباس داریم و حاضرین بابتش پول بدیم و یه افراد گروه‌ها یا گروه‌هایی هم هستن که این رو برامون تولید بکنن. این هزینه و فایده که ما در فصل قبل معرفی کردیم در واقع مبنای تولید و مصرف. هزینه و فایده در جوامع در حوزه سرمایه گذاری هم قابل استفاده است. سرمایه گذاری ها رشد بلند مدت جوامع رو توضیح میدن. گاهی یک کالایی رو ما تولید میکنیم، خودمون ممکنه خیلی نیازی بهش نداشته باشیم ولی میتونیم صادر کنیم. در واقع به نیاز دیگر جوامع نگاه میکنیم برای تولید و کالایی رو تولید میکنیم، صادر میکنیم و در ازای صادرات اون کالاهای دیگر رو وارد میکنیم. یعنی فراتر از یه جامعه کوچک داریم صحبت میکنیم. در تمام این فرایندها یه سری قوانین حاکم بر جامعه، یه سری سیاست‌های اقتصادی دولت هستش که تصمیمات ما رو در تولید و مصرف متأثر میکنه. این سیاست‌ها شامل یه رنج وسیعی از سیاست‌ها میشه، مثل مالکیت عوامل تولید،
آیا میتونیم مالک زمین باشیم و از اون برای تولید استفاده کنیم یا نمیتونیم؟ آیا میتونیم مالک نیروی کار خودمون باشیم و از اون استفاده کنیم یا نمیتونیم؟ تنظیمگری، ترجمه‌ای که برای رگولیشن استفاده میشه، در بسیاری از بازارها وجود داره و تولید و مصرف رو متأثر میکنه. مالیات بر تولید، مالیات بر مصرف، یارانه ها، تولید مستقیم بعضی کالاها توسط دولت، سرمایه گذاری در بعضی فعالیت هایی که تولید و مبادله رو آسان‌تر میکنن یا یه چیزایی که تولید و مبادله رو سخت‌تر میکنن. همه اینا قوانین و سیاست‌های اقتصادی است که دولت اعمال میکنه و اینها منجر به تولید بیشتر یا کمتر از خدمات و کالاهای خاص میشن. کالا و خدمات چگونه تولید میشن؟ این سوال دوم ماست. ما میدونیم که مواد اولیه توسط عوامل تولید ترکیب میشه و کالا یا خدمت رو ارائه میکنه. به این میگیم تکنولوژی تولید. تکنولوژی تولید یه چیزی مثل همون دستور پخت شیرینی است به عنوان مثال. تکنولوژی تولید تعیین میکنه که ما از هر عاملی چقدر استفاده کنیم، از هر موادی چقدر استفاده کنیم و چگونه استفاده بکنیم. ما همیشه از منابع طبیعی مثلا برای کشاورزی استفاده کردیم. برای سالهای سال، شاید هزاران سال، محصولات کشاورزی اینجوری تولید می شدن که ما می رفتیم نیروی کار انسانها رو به کار می گرفتیم، بذر رو می پاشیدیم و حالا یه سری کارها مثل آبیاری هم ممکن بوده در بعضی مناطق انجام می دادیم و یه مدتی صبر می کردیم، یه کارهایی روش انجام می دادیم و محصول رو برداشت می کردیم. امروزه در بسیاری از جوامع همین کارها رو به صورت خیلی خیلی وسیع‌تر، گسترده‌تر و با هزینه کمتر با ماشینالات مدرن انجام میدیم. بعضی جاها تراکتورها دیگه اصلا توسط آدم هم لازم نیست که هدایت بشن. با کامپیوتر و جی پی اس این کارها صورت میگیره. قوانین جامعه و سیاست‌های اقتصادی همه بازارها رو متأثر میکنه، از جمله بازار عوامل تولید. این که مثلا در یه جامعه‌ای خدمات بهداشتی تولید بشه یا نشه و چه مقداری تولید بشه، این قوانین و سیاست‌های اقتصادی دولت تعیین کننده است. به عنوان مثال در ایران بسیاری از خدمات آموزشی به طور مستقیم توسط دولت تعیین میشه و توسط بخش دولتی تولید میشه. و در نهایت سوال سوم، این کالا و خدمات برای چه کسی تولید میشه؟ بخش بسیار بزرگی از تولیداتی که در بسیاری از جوامع تولید میشن، اینا به مصرف کننده‌ای میرسه که حاضر باشه قیمتش رو بپردازه. در واقع این قیمته که تعیین میکنه در بسیاری از جوامع چه کسی یک کالایی رو بخره و چه کسی نخره. این اصل اساسی اقتصاد. البته این به این معنا نیستش که کالا و خدمات فقط با این مکانیزم داره توزیع میشه. در بسیاری از جوامع، حتی در جوامع صنعتی، و جالب اینجاست که در جوامع صنعتی بسیار بیشتر از جوامع در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته، افرادی که توانایی بعضی از کالاها و خدمات که ضروری قلمداد میشن رو ندارن، یه مکانیزم‌های دیگه‌ای براشون تعبیه شده. دولت‌ها در بسیاری از جوامع در تخصیص کالا وارد میشن، به خصوص کالاهای ضروری و به خصوص افرادی که توانایی خرید ندارن. این نقشیه که در یه جوامعی، در جوامع سنتی به طور محدود افراد خیر و گاهی حکومت‌ها در اندازه‌های محدود بر عهده می‌گرفتن. دولت‌های مدرن در بسیاری از جوامع صنعتی این رو جزء وظایف خودشون میدونن و برای افراد کم درآمد، گروه‌های کم درآمد، یه مکانیزم شناخته شده‌ای برای فراهم کردن کالا و خدمات ضروری
تعبیه کردن. به عبارت دیگه بازارها کار خودشون رو میکنن، ولی برای گروه‌های خاص دولت وارد میشه. یه جوامعی هم در دوران مدرن بودن که دولت به طور کامل همه فرایند تولید و توزیع کالا و خدمات رو در دست خودش گرفته و ما با این سیستم در شوروی سابق آشنا هستیم. در بخش بعد چرخه فعالیت‌های اقتصادی رو یه نگاه دوباره بهش میندازیم و نقش نهادها رو یه ذره بیشتر باز خواهیم کرد. در قسمت اول 3 سوال اساسی اقتصاد رو مطرح کردیم و پاسخ اجمالی به اونها رو بررسی کردیم. در اینجا میخوایم به نقش نهادها بپردازیم. شروع میکنیم با نگاهی مجدد به چرخه فعالیت‌های اقتصادی. افراد یا خانوارها عوامل تولیدشون رو در بازار عوامل تولید در اختیار بنگاه‌ها میذارن و ما به ازای اون پول یعنی دستمزد دریافت میکنن. این میشه درآمدشون. این درآمد رو میبرن در بازار کالاها و خدمات، میدن به بنگاه‌ها و کالا و خدمات در مقابل اون دریافت میکنن. این چرخه فعالیت‌های اقتصادی است. در یک اقتصاد معمول که دولت اینجا خیلی حضور مستقیم نداره و دیده نمیشه، اگر چنین فعالیتی بخواد شکل بگیره، یه فروزی رو ما به طور تلویحی بایستی بپذیریم. چند تا از این فروز رو من اینجا ذکر میکنم. مهمترین فرض تأمین حق مالکیت افراده. این چرخه برای اینکه کار بکنه بایستی یه تصویر روشنی از مالکیت درش حضور داشته باشه. در این چرخه افراد مالک عوامل تولید هستن. خودشون میتونن تصمیم بگیرن که این عوامل رو در اختیار تولید کننده بذارن یا نذارن در قبال دریافت پول و چقدر پول. تولید کننده ها از اون طرف مالک محصول تولید شده شون هستن و میتونن تصمیم بگیرن که این محصولات رو در قبال دریافت پول در اختیار متقاضی بذارن یا نذارن. ما به این میگیم حق مالکیت. افراد مالک چیزهایی هستن و میتونن در اون تصرف بکنن، به این معنا که اون رو بفروشن در مقابل پول. فرض دیگه تضمین اجرای قرارداد هاست. وقتی افراد و بنگاه ها وارد قرارداد میشن، یعنی وقتی وارد مبادله میشن، به قراردادشون عمل میکنن. من وقتی که میام پول رو میدم به یک فروشنده شیرینی فروش شیرینی به من میده، یه تفنگ به سمت من نمیگیره و منو از مغازش بندازه بیرون. افراد وقتی وارد قرارداد میشن به قراردادشون عمل میکنن و اگر نکردن یه جور تنبیهی متوجهشون خواهد بود. ما به این میگیم تضمین قراردادها. برای اینکه روشن‌تر بشه که این قراردادها و مالکیت چیه، ما نگاهی میندازیم به نقض حق مالکیت. مجموعه این قوانین و قواعد رو در اصطلاح اقتصادی نهاد، ترجمه‌ایه که برای کلمه اینستیتوشن شده، نهاد اسمش رو میذاریم. مثال حق مالکیت خیلی خیلی روشنه. سرقت بارزترین مثال نقض مالکیته. من اگر دوچرخه‌مو گذاشتم دم در و یکی میاد برش میداره و میبره، به این میگیم نقض مالکیت. این سرقته. در جوامعی که امنیت وجود نداره، محصول تلاش افراد گاهی توسط افراد یا گروه‌های قوی‌تر به زور گرفته میشه. به کرات اتفاق میافتاده که موقعی که در زمان قدیم مثلا
برداشت خرمن بوده. یه گروه تفنگدار می اومدن یا یه گروه با اسب و اسلحه و شمشیر می اومدن و می گرفتن می بردن محصول تلاش افراد رو. ما جوامعی داشتیم که درش بردگی وجود داشته. برده مالک نیروی کار خودش نیست. برده به فرمان مالکش کار میکرده. محصول کارش هم متعلق به مالک بوده. ما جوامع کمونیستی داشتیم که نقض حق مالکیت میکردن. نه زمین، نه کارخونه، نه ماشینالات، هیچ کدوم از اینا در مالکیت افراد نبوده. دولت اینا رو صاحب بوده و موقعی که سیستم‌های کمونیستی تأسیس شده اینا رو از افراد گرفته، معمولاً به جبر. بعضی دولت‌ها حتی اونایی که کمونیستی نبودن به مصادره اموال دست زدن. بسیاری از دولت‌های انقلابی چنین کاری رو کردن، به مصادره اموال گسترده دست زدن. این نقض حق مالکیته. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، غیر توسعه یافته، کمتر توسعه یافته، همه جا کپی کردن محصولات مثل فیلم، مثل موسیقی، مثل کتاب، طراحی هنری، نرم افزار، اینا رواج داره و اینا نمونه‌های مدرن نقض مالکیته. همه اینها بر روی فرایند تولید و مصرف اثر میذاره. اما نقض قراردادها چیه؟ شما یه کالایی رو میخرید، پولش رو میدید، ولی کالا تحویل داده نمیشه یا به یه شکلی که با قرارداد مطابقت نکنه تحویل میشه. این نمونه بارز نقض قرارداده. پولی که قرار داده بشه بابت کالایی که دریافت شده ممکنه پرداخت نشه. سرباز زدن از پرداخت پول میشه نقض قرارداد. شما کار میکنید، دستمزد داده نمیشه. دستمزدی که قبلا قرار گذاشته شده پرداخت نمیشه. این نقض قرارداد. این مجموعه قوانین و مقرراتی که ما بر رفتار آدمیان حاکم میکنیم بهش میگیم نهادهای اقتصادی، مثل نهاد حق مالکیت و نهاد تضمین قرارداد. این نهادها شامل قوانین رسمی میشه، شامل قوانین غیر رسمی میشه. آداب و رسوم جوامع همه زیر مجموعه این نهادها هستند. حالا چرا ما به این نهادها یا این قوانین و قواعد اهمیت قائل میشیم؟ برای اینکه انگیزه انسانها در انتخابها رو متأثر میکنه و از این طریق بر تولید و بر رفاه جوامع اثر میذاره. شما فرض بفرمایید که کشاورزی هستید و محصولی رو میخواید تولید بکنید. اگر شما این احتمال رو بدید با یه احتمال بالایی که اون چی که تولید میکنید در نهایت توسط یه افراد قوی‌تر، افرادی که تفنگ دستشونه یا افرادی که مثلا پشتوانه قانونی دولتی دارن، همشو بیان از شما بگیرن به هر دلیلی، به هر بهانه‌ای، خب شما دیگه اون تولید رو انجام نخواهید داد. نهادهای غیر رسمی شامل عرف جامعه هست، سنت ها هست، آداب و رسوم هست و اینا معمولاً از طریق روابط اجتماعی اعمال میشه. این داستان که ما خب به کرات در تمام جوامع میبینیم که بر قبح دزدی انگشت میذارن، این یه جور نهاده و آدم‌های دزد در جوامع معمولاً رانده میشدن، خیلی جایگاه خوبی نداشتن. این یه جور عرفی بوده که از همون جوامع 10,000 سال پیش هم شکل گرفته و هنوز هم وجود داره. نهادهای رسمی شامل یه قوانین رسمی که دولت تصویب میکنه و معمولاً یه سازمان رسمی هم برای اجرا براش وجود داره، مثل قوه قضاییه، مثل پلیس. نهادهای غیر رسمی یکیشو من ذکر کردم، مثل ممنوعیت دزدی، ممنوعیت دروغگویی، ممنوعیت قتل. در اکثر نظام‌های اخلاقی شما اینو می‌بینید. نگهداری والدین توسط فرزندان، این یک قواعد و قانون غیر رسمی هستش که بسیاری از جوامع دارن و داشتن.
ادیان توصیه کردن به کمک به فقرا و ضعیفان جامعه. در دین اسلام هم ما به کرات این رو می‌بینیم. این نوعی قاعده گذاری غیر رسمیه برای سامان دادن به امور جامعه. مثال از نهادهای رسمی هم که خب فراوونه. شما اگر دزدی بکنید یه مجازاتی براتون وجود داره. پلیس بگیره، خب میفرستتون به قوه قضاییه و بعد زندان. ثبت دارایی یه جور نهاد رسمیه. الزام قانونی به این که بخشی از درآمدتون رو به دولت بدین در قالب مالیات. الزام قانونی به ثبت اطلاعات مواد غذایی بر روی بسته‌های مواد غذایی. این یه جور قاعده است، یه جور قانونه، یه جور قانون رسمیه. شما بایستی از سمت راست خیابون رانندگی بکنید. این یه قانونه. حالا میتونه بعضی از جوامع قانون رو بچرخونن بگن از سمت چپ رانندگی بکنید. ولی به هر حال این یک در واقع قانون و قاعده است برای سامان دادن به رانندگی. ممنوعیت ورود به ملک افراد بدون اجازه اونا یه جور قانون رسمیه، جریمه همراهش هست. این اثرگذاری نهادها در بازار کالا و خدمات وجود داره، در بازار عوامل تولید هم وجود داره. حوزش خیلی گسترده است و انگیزه افراد رو متأثر میکنه. در قسمت بعد عملکرد اقتصادی جوامع در اقتصاد پیشا صنعتی رو براتون یه توضیح مختصری خواهم داد. در قسمت قبل به طور مختصر گفتم که قوانین و قواعدی که بر یک جامعه حاکم هست عملکرد اقتصادی اون جامعه رو تعیین میکنه. در اینجا به طور مختصر اقتصاد جوامع پیشا صنعتی رو توضیحی در موردش میدم. ما میدونیم که در قرن گذشته دو نوع اقتصاد در دنیا غالب بوده. یکی اقتصاد مبتنی بر بازار بوده، یکی اقتصاد دستوری بوده. مهمه که بدونیم هیچ اقتصادی به طور 100% مبتنی بر بازار نبوده، هیچ اقتصادی هم به طور 100% دستوری نمیتونسته باشه. ولی بعضی از اقتصادها بیشتر بر مبنای بازار هستند و در بعضی از اقتصادها دولت‌ها سعی کردن همه چی رو تحت کنترل خودشون بگیرن و خواهیم دید که در بسیاری از موارد ناموفق بودن. قبل از اینکه وارد این داستان بشیم میخوایم یه مختصری در مورد اقتصاد جوامع پیشا صنعتی صحبت بکنیم. اقتصاد جوامع پیشا صنعتی یعنی چی؟ یعنی اقتصادهایی که از حدود 10,000 سال پیش شروع شد و تا حدود سالهای 1800 یعنی دوران صنعتی شدن ادامه پیدا کرد. با انقلاب صنعتی روند تغییرات جامعه کاملا سرعت متفاوتی به خودش گرفت. تا پیش از دوران صنعتی شدن جوامع بسیار بسیار کند حرکت می‌کردند. حرکت کند در اینجا منظورم اینه که بسیار میزان رشد تولید، رشد درآمد، تغییرات تکنولوژیکی، تغییرات جمعیت و همه چی بسیار بسیار کند بوده. بیایم چند تا نمودار ببینیم. مهمتر از همه جمعیت دنیا. تا جایی که ما برآوردها نشون میداده جمعیت دنیا برای یه مدت خیلی خیلی طولانی، اطلاعاتی که مثلا ما داریم از سالهای حدود 11,000 سال پیش تا کنون، جمعیت دنیا خیلی خیلی آروم رشد می‌کرده، خیلی ملایم، در حد چند هزارم درصد رشد سالانه جمعیت بوده. یه مواقعی بالا می‌رفته، یه مواقعی دوباره پایین می‌اومده. یه جایی در جوامع صنعتی یه خورده قبل از انقلاب صنعتی
اتفاقی افتاده که بهش میگن انقلاب کشاورزی دوم. چرا انقلاب کشاورزی دوم؟ برای اینکه انقلاب کشاورزی اول موقعی اتفاق افتاده در حدود 11,000 سال پیش که افراد، جوامع انسانی تونستن کشاورزی کنن، از جوامع گردآوری و شکار به جوامع کشاورزی تبدیل شدن. اون انقلاب کشاورزی اول بود که باعث شد که جمعیت شکل بگیره و رشد کنه. انقلاب کشاورزی دوم سبب افزایش غذا در اروپا شد و جمعیت رو به همراه خودش آورد. یک مقدار تعداد بسیار زیادی از حوادث صنعتی از قبیل اختراع ماشین‌های مختلف، اختراع راه آهن، اختراع تلگرام، اختراع پنیسیلین سبب شد که جوامع جمعیتشون به طور خیلی خیلی سریعی افزایش پیدا کنه. این تصویر رو ببینید. حدود 10,000 سال تا قبل از انقلاب صنعتی در کشورهای پیشرفته و تا شاید همین 100 سال پیش در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، زندگی ها به این شکل بود. تعدادی خونه که یک جامعه کوچیک رو تشکیل میدادن بر مبنای کشاورزی و دامداری. هیچ اثری از صنعتی شدن در اینجا وجود نداره. افرادی که در این جوامع زندگی میکردن یه مبادلات محدودی رو با خارج از جامعه خودشون داشتن، در حد خرید و فروش سالی یک بار، سالی دو بار بعضی از ابزارها که از شهرهای نزدیک و دور میخریدن، ولی بیشتر متکی به خودشون بودن و کشاورزی و دامداری در واقع منبع اصلی تولید در این جوامع بوده. بخوایم خلاصه بکنیم، جوامع پیش از صنعتی و جوامع صنعتی یه فرق بسیار بزرگی داشتن. توانایی انسانها در کنترل طبیعت. با ابزارهای صنعتی آدمها تونستن در طبیعت دخالت بیشتری بکنن و از منابع طبیعی به نفع خودشون بهره بیشتری ببرن. در جوامع پیش از صنعتی انرژی عمدتاً انرژی انسان بود، گاهی انرژی حیوانات اهلی و یه مقدار محدودی هم انرژی باد و آب. مهمترین عوامل تولید نیروی کار بود و زمین. ماشین‌آلات بسیار بسیار ابتدایی و بدوی بود. غذا مهمترین بخش کالاها بود که تولید میشد و مصرف میشد و بعد لباس و بعضی لوازم اولیه زندگی. و لباس هم حتما میدونید در دوران پیش از صنعتی چیزی نبود که شما 10 تا 20 تا 30 تا لباس در گنجه لباستون داشته باشین. بسیار بسیار محدود بود. یه ویژگی خیلی مهم جوامع پیش از صنعتی این بود که حمل و نقل کالا بسیار کند بود و بسیار پرهزینه. در نتیجه جوامع بسته بودن، محدود بودن. مبادله با سایر مناطق خیلی کم بود و محدود بود به یک اقلام بسیار بسیار محدودی. تولید خانوار برای مصرف داخل خانوار بود و یه مقداری هم مبادله با همسایه مثلا. خیلی خیلی محدود کالاهایی به بازارهایی فراتر از جامعه همون قوم و قبیله و روستا عرضه می شد. تولید تابع طبیعت بود. طبیعت نقش اصلی رو داشت. توانایی انسان‌ها در کنترل طبیعت نکته خیلی خیلی مهمیه که جوامع پیشا صنعتی رو از جوامع صنعتی مجزا میکنه. تولید در جوامع پیشا صنعتی تابع طبیعت بود. در یه دورانی اگر آب زیاد بود، در یه مکانی اگر آب زیاد بود، تولید زیاد میشد. در یه دورانی خشکسالی میشد و تولید کم میشد. خیلی بشر نمیتونست اینها رو تحت کنترل خودش در بیاره. از نظر اجتماعی یه چنین ساختار اقتصادی وابستگی به قوم و قبیله و خانواده رو در صدر ساختار اجتماعی قرار میداد. فرد خارج از خانواده و قبیله تقریباً مفهومی نداشت.
نمیتونست خیلی دوام بیاره. به تبع این ساختار گاهی تولید و مالکیت هم در حد خانواده و قبیله تعریف میشد. یعنی این ساختار خودش رو دیکته میکرد بر قواعد و قوانین حاکم بر جامعه. شهر وجود داشت که بسیار کوچیک بود، معمولاً مرکز داد و ستدی بود. شهرهای بزرگ به طور خیلی خیلی استثنایی وجود داشتن، مثلا بغداد در یک دوره‌ای تا 1 میلیون جمعیت رو میتونسته پوشش بده. ما شواهدی داریم که در دوران خلافت عباسیون در یه دورانی حدود 1 میلیون جمعیت در بغداد حضور داشته، یا مثلا قسطنطنیه در حد 1 میلیون بوده، یا روم باستان، ولی اینا کاملا استثنایی بودن و یه ویژگی هایی داشتن. مثلا در کنار آبراهای بزرگ بودن که حمل و نقل کالا رو تسهیل میکرده، غذا بایستی به مردم شهر میرسیده و آبراهای بزرگ اینو تضمین میکرده. در جوامع پیشا صنعتی نرخ زاد و ولد خیلی بالا بوده، نرخ مرگ و میر هم خیلی بالا بوده. منبع اصلی دانش توی این جوامع تجربه بوده، علوم تجربی وجود نداشته و یه شاخه‌های معدودی از علوم وجود داشته که محدود می شده به دربار سلاطین و حکام. این ساختار سبب می شده که جمعیت، تولید و همه چی با یه روند بسیار 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 آهسته‌ای در طول زمان حرکت بکنه. اگر به ساختار سیاست بخوایم نگاهی بندازیم در جوامع پیشا صنعتی، میتونیم بگیم که نقش حاکمان در اقتصاد بسیار محدود بوده، ولی همون مقدار محدود معمولاً شکلش به این صورت بوده که من به شما امنیت میدم، شما به من مالیات بدید. تقریباً همه جای چنین چیزی بوده. من جلوگیری میکنم از دزدی از همدیگه و دفاع در مقابل بیگانگان، در قبال شما هم به من مالیات بدید. به نظر میرسه اصولاً شکلگیری جوامع بر مبنای این بدوستون امنیت و مالیات شکل گرفته در تاریخ بشری. در بسیاری از جاها ارتباط مردم با حکومت مرکزی از طریق حاکمان محلی بوده. یعنی یه سلطانی ممکنه در یک شهری مثل بغداد حاکم بوده، ولی وقتی که شما میایید وارد مثلا یه بخشی در نزدیک مرکز ایران میشید، شما دیگه با اون حاکم بغداد، خلیفه بغداد به طور مستقیم سر و کله نمیزنید. یه سلاطین محلی وجود دارن، یه حاکمان محلی، امیران محلی وجود دارن که اونا حرف آخر رو میزنن. در بسیاری از مواقع اونا بخش بزرگی از دارایی‌ها رو در اختیار خودشون داشتن و خیلی هم اتفاق می افتاده که سلب مالکیت میکردن. یه افراد قدرتمند چشم یه حاکمی رو دور میدیدن، می اومدن و مال و اموال مردم رو برمی داشتن و غارت میکردن. این امر به خصوص وقتی که جابجایی قدرت صورت می گرفت از یه سلسله به یه سلسله، یعنی یه شاهی ضعیف می شده، این خیلی اتفاق می افتاده. در حرکت به سمت اقتصادی که ما امروز می شناسیم چند تا اتفاق می افته. یکی از مهمترین اتفاقیه که در عرصه انرژی می افته. ما انرژی های فسیلی رو برای گرما استفاده می کردیم، ولی بعد با استفاده از ماشین بخار برای تبدیلش به انرژی مکانیکی استفاده کردیم و این یه جوری آغاز صنعتی شدن بود. بعد ماشین های درونسوز یا همین موتوری که توی اتومبیل های امروزی هست ابداع شد. بعدش هم الکتریسیته ابداع شد و دیگه ما میدونیم که الکتریسیته در واقع اون هسته مرکزی اقتصادهای مدرن. بدون الکتریسیته زندگی مدرن اصلا مفهومی دیگه نداره. فقط کافیه تصور بکنیم که برق وجود نداشته باشه چه اتفاقی برای زندگی ما میفته. استفاده از انرژی نوین سبب تسهیل حمل و نقل شد
علم تجربی به جای تجربه بشر گسترش یافت. افزایش کارایی که علم تجربی به همراه آورد سبب شد که هزینه تولید و مصرف بسیاری از کالاها به شدت کاهش پیدا کنه. تسهیل حمل و نقل باعث گسترده شدن بازار شد. تنوع اقلام مصرفی خیلی گسترده شد. دیگه فقط اقلام مصرفی محدود به غذا و لباس و چند تا وسیله محدود خونه نبود. خیلی خیلی تنوعش وسیع شد. در نهایت این امکان پیش اومد که آدم‌ها از خانوادهشون، قومشون، قبیلهشون، دهشون جدا بشن، برن وارد شهرهای بزرگ بشن، در اونجا نیروی کار خودشون رو عرضه کنن برای کسی که تا قبل از اون نمیشناختنش، در کارخانجات، در بیزنس‌های بزرگ. بازار کالاها و خدمات مصرفی و بازار عوامل تولید در شهرهای بزرگ خیلی خیلی گسترده شد. از اون طرف در عرصه سیاست هم یه حرکت‌های خیلی مؤثری در جهت محدود کردن قدرت حاکمان که در واقع در نهایت به تثبیت حق مالکیت افراد منجر شد شکل گرفت. اون چیزی که ما بهش حکومت قانون میگیم. سازمان‌های تخصصی برای اداره امور جامعه شکل گرفت و اینها در واقع امور عمومی جوامع رو بهتر سر و سامون دادن. این یه در واقع موتور بخار، یه ماشین بخار جزو اولین ماشین‌های بخاریه که در کارخانجات استفاده شد در انگلیس. و این هم تصویری از تهران عزیز خودمونه که میتونید با اون چیزی که من چند دقیقه پیش خدمتتون ارائه کردم تصور بفرمایید که چه تغییرات عظیمی در ساختار اقتصاد و سیاست اتفاق افتاده که سبب شده ما بتونیم یک جمعیت عظیمی در حد بیش از 10 میلیون نفر در این شهر بزرگ بتونیم زندگی بکنیم. در قسمت بعد اقتصاد بازار رو به طور مختصر خدمتتون توضیح خواهم داد. در قسمت‌های قبل به طور مختصر در مورد ساختار اقتصادی، نهادها و بعد اقتصاد پیش از صنعتی توضیحاتی رو خدمتتون دادم. در این قسمت اقتصاد بازار رو معرفی میکنم. اقتصاد بازار یا اقتصاد بازارهای رقابتی یک اصل داره: آزادی مالکیت و مبادله. در این اقتصادها تصمیمات اقتصادی توسط افرادی گرفته میشن که مالکیت عوامل تولید و مالکیت محصول تولید شده رو دارن. یعنی خانوارها عوامل تولید رو مالکن و اونها رو در اختیار تولید کننده ها میذارن. تولید کننده ها محصول تولید میکنن، اونها رو در اختیار خانواده ها میذارن و این مبادله ها در هر دو بازار به شکل اختیاری صورت میگیره با رد و بدل شدن قیمت، با رد و بدل شدن پول. دقیقاً به همین دلیل قیمت مهمترین متغیر در بازار رقابتی است. برای همون بسیاری از اقتصاددانان طرفدار بازار اصولاً وقتی راجع به اقتصاد صحبت میکنن میگن نظریه قیمت. در دانشگاه اقتصاد شیکاگو که مهد اقتصاد آزاد و اقتصاد رقابتی است، درس‌های اقتصاد در حد دوره دکترا تحت عنوان درس نظریه قیمت ارائه میشه. یعنی قیمت هسته مرکزی یک اقتصاد بازاره و قیمت بر مبنای آزادی مبادله و مالکیت شکل میگیره. قیمت در بازار کالاها و خدمات منحصراً از ترکیب تقاضای افراد
و عرضه تولید کنندگان شکل میگیره. هیچ قدرتی ورای بازار در تعیین این قیمت‌ها دخالت نداره. در بازار عوامل تولید از ترکیب تقاضای تولید کنندگان برای عوامل تولید و عرضه عوامل از سوی خانوارها باز هم هیچ قدرتی برای بازار در تعیین این قیمت‌ها دخالت نداره. همین اتکای سیستم بازار بر عرضه و تقاضا، باز هم ذکر میکنم که عرضه و تقاضا در واقع انتخاب‌های آدمیان است. اتکای سیستم بازار در تخصیص کالا و عوامل بر عرضه و تقاضا سبب میشه که کارآمد باشه این سیستم. چرا؟ چون تقاضا منعکس کننده این ارزشیه که ما برای کالاها قائلیم، اون پولیه که حاضریم بدیم بابت این کالاها. عرضه منعکس کننده هزینه استفاده از عوامل تولید و مواد برای تولید کالاها. و قیمت از کجا میاد؟ قیمت بر مبنای این عرضه و این تقاضا شکل میگیره. یعنی ارزش آدمیان برای کالاها و هزینه کالاها برای عرضه کننده، این دوتا قیمت رو تشکیل میدن. و وقتی که قیمت حاکم هست، این ارزش ها و هزینه ها، یعنی در واقع سود و فایده، سود و هزینه است که وارد محاسبات میشه و قیمت رو تعیین میکنه. چطور؟ در سیستم بازار مصرف کننده ای که ارزشی برای یک قیمت، برای یک کالا بیش از قیمت اون داشته باشه، وارد بازار میشه و میخردش. مثال شیرینی نارگیلی رو خدمتتون گفتم. کالا در چنین بازاری به دست فردی میرسه که بیشترین ارزش رو براش قائله. یعنی اینکه اگر ارزشی برای شما، یک کالا بر ارزشی برای شما بیش از قیمت داشته باشه، میخریدش. اگر کمتر از قیمت داشته باشه، نمیخرید. تولید کننده، چه تولید کننده ای وارد بازار میشه و تولید میکنه؟ تولید کننده ای که هزینه‌ای کمتر از قیمت کالا برای کالا داشته باشه. یعنی اینکه تولید کننده های پرهزینه وارد عرصه تولید نمیشن. کالا توسط تولید کننده هایی انجام میشه که کمترین هزینه رو تولید برای کالا دارن. این یعنی چی؟ این دو قسمتی رو که من اینجا در واقع برجسته کردم رو بذارید کنار هم. کالا به دست افرادی میرسه که بیشترین ارزش رو براش قائلن. کالا توسط افرادی تولید میشه که کمترین هزینه برای تولیدش صرف میکنن. این دوتا یعنی کارآمدی. به عبارت دیگه، به طور خلاصه، منابع برای تولید با کمترین هزینه‌ای ممکن استفاده میشه، به دست افرادی میرسه که بیشترین ارزش رو برای کالا قائلن. حالا تغییرات در این سیستم خیلی راحت قابل ردیابیه. فرض بکنید که به هر دلیلی مردم تمایلشون برای خرید یک کالا افزایش پیدا کنه. مثل چی؟ مثل موقعی که کرونا اومد و مردم تقاضای بعضی از کالاها رو افزایش دادن. این سبب میشه که قیمت عوض بشه. این تمایل به خرید سبب میشه قیمت عوض بشه. این تغییر قیمت دوباره سیگنال میده به تولید کننده و مصرف کننده که رفتارشون رو عوض کنن. افزایش و کاهش قیمت روی مصرف کننده اثر میذاره، میگه که مصرفتون رو کم کنید یا زیاد کنید. همچنین روی تولید کننده اثر میذاره، میگه تولیدتون رو کم کنید یا زیاد کنید. این بخش تمایل. همچنین اگر شما در مورد هزینه‌های تولید هم فرض بکنید که یه افزایش یا کاهشی صورت گرفته، در نهایت تغییر قیمت صورت میگیره و سبب تغییر رفتار مصرف کننده و تولید کننده میشه. به زبان اقتصادی ما میگیم که قیمت یه سیگناله. سیگنالی از چی؟ از میزان کمیابی منابع و تمایل خریدار. قیمت رو مخدوش بکنید، اطلاعات کمتر گیرتون میاد.
اطلاعات از کمیابی منابع کمتر میشه، اطلاعات از تمایل خریداران دیگه پیدا نمیشه توی محاسباتتون. برای همون قیمت اینقدر اهمیت داره. افراد زیادی هستن که سیستم اقتصاد بازار رو توضیح دادن. فریدریش هایک یکی از اوناست. خیلی خوب توضیح میده چرا بازار کار میکنه و چرا افیشنته، چرا کارآمده و چرا سیستم هایی که بازار رو مختل میکنن در نهایت منجر به تخریب جوامع میشن. هایک میگه که عملکرد اقتصاد بر مبنای اطلاعات افراد از ارزش کالاها و منابع. خیلی از این اطلاعات رو کسی نمیتونه در بیاره به جز فردی که اون کالا رو میخواد یا اون منابع رو داره. هیچ برنامه ریز مرکزی، هیچ دولتی با هر چقدر امکانات که در اختیارش باشه نمیتونه اون اطلاعات رو از ارزش کالاها و منابع نمیتونه گردآوری بکنه. در نهایت نمیتونیم سیستمی داشته باشیم که بتونه مثل اقتصاد بازار این سیگنال ها رو تولید کنه و به افراد بده. برای همون هایک معتقده که هر چقدر هم که دولت بزرگ و قوی باشه، در نهایت اگر بخواد این اقتصاد رو بر مبنای برنامه ریزی مرکزی و سرکوب بازار انجام بده، در نهایت به سرکوب انسان ها ختم خواهد شد. بر مبنای این سیستم بازار میتونیم حالا 3 سوال اقتصادی رو جواب بدیم. چه کالایی تولید میشه؟ شیرینی نارگیلی. چرا؟ برای اینکه افرادی هستن که شیرینی نارگیلی دوست دارن، حاضرن بابتش پول بدن. همزمان افرادی هستن که حاضرن پول بگیرن و شیرینی نارگیلی تولید کنن. به همین راحتی، به همین سادگی. کالا چگونه تولید میشه؟ خب میدونیم که شیرینی پزا آدمای بسیار ماهری هستن. اونا افرادی رو استخدام میکنن. یه عوامل تولید مانند شیرینی پزی، اجاق شیرینی پزی، آرد و شکر و روغن و نارگیل و امثال هم رو جمع میکنن. دستور پختی هم دارن. این دستور پخت توسط افراد نابغه‌ای ابداع شده و این شیرینی خوشمزه رو تحویل ما میده. کالا برای چه کسی تولید میشه؟ هر کسی که قیمت شیرینی نارگیلی رو بپردازه. مثلا قیمتش 2000 تومان. اگر شما حاضرید 2000 تومان برای هر شیرینی نارگیلی بدید، به این معناست که شما ارزشی که براش قائلین بیشتر از 2000 تومانه و میتونید مصرف کنید. این پاسخ سیستم بازار به 3 سوال اصلی اقتصاد. توجه بکنید که در اینجا قیمت شیرینی نارگیلی از طرف عرضه و تقاضا تعیین میشه. مثلا فرض کنید که به هر دلیلی، مثلا حالا افزایش درآمد، فرض کنید اقتصاد ایران یه رشد سریعی رو تجربه بکنه، افراد افزایش درآمد زیادی رو شاهد باشن، ممکنه به سمت خرید شیرینی برن و شیرینی نارگیلی بیشتری بخوان بخرن. این چی میشه؟ سبب میشه که قیمتش افزایش پیدا بکنه. شیرینی فروش میبینه که هر روز دارن میان مراجعه میکنن برای شیرینی و آخر روز برای نصفشون شیرینی دیگه پیدا نمیشه، شیرینی وجود نداره. اون یه مقدار بیشتر تولید میکنه، قیمتش هم یه ذره میبره بالاتر. این در واقع سیگنال ارزش بیشتره که تولید کننده دریافت میکنه. وقتی که قیمت میره بالاتر، بعضی از مصرف کنندگان میرن میپرسن، میبینن که نه دیگه شیرینی نارگیلی الان به جای 2000 تومان 3000 تومانه. ما دیگه نمیخریم، یه چیز دیگه میخریم. این چیزیه که در فصل اول با استفاده از بعضی عدد و رقم ها خدمتتون توضیح دادم. از سوی دیگه تولید کننده ها میبینن که مثلا شیرینی نارگیلی الان طرفدار زیاد داره. خب در تولیدش سرمایه گذاری بیشتری خواهند کرد. در نهایت باز هم این بازار حاکمه. در نهایت قیمت بالاتری و مقدار بیشتری از شیرینی نارگیلی حاکم میشه که نشان دهنده این تمایل بیشتره. تمایل بیشتر مصرف کنندگان در قالب قیمت‌های بالاتر و مقدار بیشتر
خرید و فروش شیرینی نارگیلی در بازار ظاهر میشه. حالا شما یه بخش دیگه، قسمت دیگر رو در نظر بگیرید، یه سناریوی دیگر رو در نظر بگیرید. قیمت ارز افزایش پیدا میکنه، نارگیل قیمتش میره بالا، هزینه بیشتر میشه، قیمت شیرینی زیاد میشه به خاطر افزایش هزینه. در واقع این قیمت سیگنالی میشه از هزینه های بیشتر. باز هم مصرف کنندگان و تولید کنندگان شروع میکنن به نگاه کردن به این سیگنال و شروع میکنن به عکس العمل نشون دادن. اگر یه چنین اتفاقی بیفته، قیمت بالاتر منعکس کننده هزینه بیشتره. چرا این مهمه؟ برای اینکه هر گونه سرکوب قیمت سبب خواهد شد که این بازار عملکرد خودش رو برای بهینه‌سازی از دست بده. در بخش دیگه، در بخش آینده، اقتصاد دستوری رو خدمتتون توضیحاتی خواهم داد. در قسمت قبل به طور خلاصه اقتصاد بازار یا اقتصاد بازار رقابتی رو خدمتتون توضیح دادم. در این قسمت توضیح مختصری در مورد اقتصاد دستوری یا اقتصاد برنامه‌ریزی مرکزی خدمتتون خواهم داد. اقتصاد دستوری یه جوری بر مبنای اندیشه‌های کارل مارکس شکل گرفته. شواهدی داریم در طول تاریخ از دخالت دولت‌ها در تولید و مصرف، ولی اقتصاد دستوری وقتی که در دنیای مدرن ازش صحبت می‌کنیم، منظور اقتصادهاییه که بر مبنای اندیشه‌های کارل مارکس شکل گرفته. مارکس به طور خلاصه میگه که در سیستم سرمایه‌داری، سرمایه که شامل زمین و ماشین‌آلات میشه در دست عده معدودی انباشت شده و این عده بقیه یعنی کارگران رو استثمار میکنن. مارکس معتقده که مالکیت خصوصی منشأ این استثماره، منشأ بسیاری از مشکلاته و باید ملغا بشه و میگه مالکیت جمعی باید جای اون رو بگیره. این در واقع خلاصه خیلی مختصری از اون چیزیه که ما از اندیشه های مارکس میدونیم. این سیستم در بعضی از کشورها پیاده شد. سیستم اقتصاد کمونیستی شوروی نمونه بارزی بود. بسیاری از کشورهای بلوک شرق، اروپای شرقی، چین، کوبا، کره شمالی و در درجات ضعیفتری برخی از کشورهای دیگه اقتصاد دستوری داشتن. کره شمالی الان در واقع تنها کشوریه که بیشترین حجم دستور در اقتصاد رو داره به همراه کوبا. کوبا یه درجاتی از آزادسازی رو از دهه 90 به این طرف انجام داد، ولی کره شمالی همچنان کاملا دولتی اداره میشه. چین بزرگترین سیستم اقتصاد دستوری در آسیا بود که در 40 سال گذشته با سرعت بسیار زیادی از اقتصاد دستوری فاصله گرفت. در حال حاضر در بسیاری از بخش‌های اقتصادی چین از اقتصاد بازار داره تبعیت میکنه. توی بسیاری از اقتصادهای دیگه از جمله ایران هم درجات زیادی از اقتصاد دستوری حضور داره. ما در اقتصاد ایران اثرات این رو به وفور میبینیم. به شکل اقتصاد کمونیستی نیست، ولی با اقتصاد بازار فاصله بسیار زیادی داره. در سیستم اقتصاد دستوری در عمل دولت مالک تمام عوامل تولید میشه، مالک زمین، مالک ماشینالات و کارخونجات و حتی مالک نیروی کار افراد. در نتیجه 3 سوال اصلی اقتصاد ما رو هم دولت پاسخ میده. سوال اول، چه کالایی در اقتصاد تولید میشه؟ خب
دولت تصمیم میگیره که افراد چی میخوان، چه نیازهایی دارن، چی باید بخورن، چی باید بپوشن، چی باید مصرف کنن، چه خدماتی باید داشته باشن، همونا رو تولید میکنه. دستور میده که همونا رو تولید کنه. کی این کار رو میکنه؟ یه تعداد بوروکرات، یه تعداد کارمند دولت. اینا نگاه میکنن، میبینن منابع جامعه چطوره، نیازهای جامعه رو هم تعیین میکنن و میگن که چه مقدار کالا به چه کالایی به چه مقدار باید تولید بشه. دیگه چگونه تولید میشه بسته به تکنولوژی داره، بسته به مواد داره، بسته به عوامل داره و دولت تعیین میکنه که شما مثلا این کفش رو با این تکنولوژی، با این مواد، با این نیروی کار تولید بکنید. باز هم دولت تعیین کننده است. و در نهایت دولت تعیین میکنه که هر کسی چه مقدار کالا و خدمات دریافت بکنه. یه جوری مثل دوران کوپونی، بوروکرات‌های دولتی تصمیم میگیرن که هر فردی اینقدر گوشت میخواد، اینقدر برنج میخواد، اینقدر کره میخواد، اینقدر از چیزهای دیگه میخواد و حالا اینا طبیعتاً مقدارش هم با توجه به محدودیت موجودی کالا و خدمات تعیین میشه. ولی در نهایت باز هم دولتی که داره این پاسخ رو میده. مهم اینه که در اقتصاد دستوری اصلا اهمیت نداره که شما چه ارزشی برای کالا و خدمات دارید. آدم‌ها دیگه اینجا اهمیت پیدا نمی‌کنن. بوروکرات‌ها تعیین می‌کنن که چه چیزی چقدر تولید بشه و به کی داده بشه. همچنین هزینه‌ای که افراد برای تولید کالا هستن در تولید کالا بی‌اثره. عوامل تولید مثل نیروی کار در اختیار دولته. گنج منابعی که برای کالا استفاده میشه ربطی به اون هزینه‌ای که اون منابع دارن نداره. خیلی ممکنه که دولت تعیین بکنه یه کالایی باید تولید بشه، برین تولیدش بکنین، مهم نیست که چقدر هزینه داره. در نتیجه تو این اقتصاد نه عرضه و نه تقاضا نقشی بازی نمیکنن. وقتی که عرضه و تقاضا نباشه قیمت وجود نداره. تغییر در تمایل افراد، تغییر در میزان منابع هیچ ربطی به قیمت نداره، هیچ ربطی به تولید نداره و ریشه ناکارآمدی اقتصاد دستوری هم از همین جاست. در اقتصاد دستوری مهمترین سیگنال که تمایل رو از یه طرف و میزان منابع رو از طرف دیگه برای ما روشن میکنه کار نمیکنه. این در نظر. در عمل چه اتفاقی میفته؟ ارزشی که من برای شیرینی نارگیلی قائلم که ربطی به بوروکرات نداره که. ارزشی که یک نفر برای گوشت یا برای سبزی یا برای انواع اقسام کالاهای دیگه قائل هستش، این یک ارزشیه که افراد در درونشون وجود داره و قابل سرکوب هم نیست. بعضیا گوشت خیلی دوست دارن، بعضیا سبزیجات خیلی دوست دارن. هیچ بوروکراتی نمیتونه به کسی که گوشت دوست داره بگه که آقا تو گوشت مصرف نکن، سبزی مصرف کن. هیچ کسی هم به کسی که سبزیجات دوست داره بخوره و گوشت دوست نداره نمیتونه دیکته بکنه که تو بیا حتما این یکی رو مصرف کن. نتیجه چی میشه؟ اون ارزش ها وجود داره و در قالب بازار سیاه خودشو ظاهر میکنه. نکته جالب اینجاست که در مورد اقتصاد دستوری میگن اقتصاد دستوری مهمترین و متقن‌ترین اثباتیه که ما برای عملکرد بازار داریم. برای چی؟ برای اینکه با وجود همه سرکوب‌ها بازار در این اقتصادها شکل گرفته و به شکل غیر رسمی یا زیرزمینی داره کار خودش رو انجام میده. افراد کالا رو از دولت میگیرن، میبرن در بازار غیر رسمی مبادله میکنن. مبنای مبادلهشون چیه؟ همون ارزشی که افراد برای کالاها قائلن. یه نفر که گوشت دوست نداره اونو میده به یه نفر که سبزی دوست نداره و در مقابلش گوشت میگیره، سبزی بهش میده. قیمت در اینجا شکل میگیره، قیمت در اینجا کار خودشو میکنه، قیمت در اینجا در بازار سیاه، در بازار غیر رسمی یا همون بازار در واقع بر مبنای ارزش افراد برای کالاها تعیین میشه. یعنی قیمت اصولاً قابل حذف نیست. فقط اختلالی که دولت ایجاد میکنه
سبب میشه که یه ریسکی هم اضافه بشه. و جالب اینجاست که در تمام این کشورهایی که سیستم دستوری داشتن، خود دولتیان بزرگترین مشتریان و بزرگترین عرضه کنندگان کالا تو این بازار سیاه بودن. همیشه همینطور بوده، همیشه هم همینطور خواهد بود. اونا یه حاشیه امنیتی هم برخوردارن، در نتیجه یه خورده با ریسک کمتری میتونستن وارد فعالیت بازار سیاه بشن و ما این رو همیشه در تمام اقتصادهایی که اقتصاد دستوری داشتن مشاهده کردیم. در نهایت در قسمت آینده یه ارزیابی مختصری ارائه خواهم کرد از سیستم‌های اقتصادی. در قسمت‌های قبلی سیستم اقتصاد پیشا صنعتی و بعد اقتصاد مبتنی بر بازار و بعد هم اقتصاد دستوری رو به طور خیلی خلاصه خدمتتون توضیح دادم. در انتهای این جلسه ارزیابی مختصری خدمتتون ارائه میدم از سیستم‌های اقتصادی. چه شاخص‌هایی رو میتونیم برای ارزیابی یک سیستم اقتصادی به کار ببریم؟ شاخص‌های متعددی وجود داره. من اینجا 4 تا از مهمترین هاش رو خدمتتون ارائه میکنم. اولین و شاید مهمترین شاخص میزان تولید ثروته. میزان رفاه یک جامعه بستگی زیادی به قدرت جامعه در تولید ثروت یا همون درآمد داره. ما این رو با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی اندازه میگیریم. میزان بهبودی یا بهروزی افراد یک جامعه خیلی فراتر از اون مقدار مصرف جامعه است، ولی تقریباً یه همبستگی بسیار بالایی بین تمامی شاخص‌هایی که آدم‌ها دوست دارن افزایش پیدا بکنه و میزان تولید ثروت وجود داره. برای همون تولید ثروت یا رشد اقتصادی شاخص بسیار بسیار مهمی محسوب میشه. شاخص دیگه امنیت اقتصادیه. توانایی افراد جامعه در تأمین نیازهای اساسی. این شاخص مثلا شاخص‌هایی که ناظر به تأمین افراد کم درآمد جامعه هست در این حوزه تعریف میشه. شاخص‌های ناظر بر فقر یا شدت فقر، میزان فقر، اینطور شاخص‌ها. شاخص دیگه آزادی اقتصادیه. میزان آزادی یا محدودیت‌هایی که افراد در وارد شدن به فعالیت‌ها باهاش مواجهند. ما شاخص‌های آزادی اقتصادی رو هر سال میدونیم که بعضی از سازمان‌ها تعریف میکنن و منتشر میکنن و برای هر کشوری این کار رو انجام میدن. و شاخص عدالت اقتصادی. این شاخص برابری اقتصادی نیست. این شاخص برابری در دسترسی به فرصت‌های اقتصادیه. عدالت اقتصادی به معنای برابری افراد در دسترسی به فرصت‌هایی که میتونه براشون منفعت آور باشه. یه جوری با انحصار و امتیاز در واقع این عدالت اقتصادی قابل تعریفه. جایی که انحصار و امتیاز زیاد باشه عدالت اقتصادی وجود نداره. اقتصاد بازار چطور عمل میکنه؟ اقتصاد بازار در ایجاد رشد اقتصادی بسیار موفق بوده. اقتصادهایی که بخش بزرگی از فعالیت‌ها در بازار درشون شکل میگیره، این اقتصادها رشد بسیار بالاتری نسبت به اقتصادهایی که دولت دست به امر و نهی زیاد در بازارها زده داشتن. علتش چیه؟ علتش هم اینه که افراد انگیزه دارن در استفاده بهینه از منابع جامعه. اتلاف منابع کمه. این خیلی مهمه. اتلاف منابع کمه. چرا؟ چون منابع کمبود و زیاد بودنش از طریق قیمت به افراد دیگه منتقل میشه
و در نتیجه اگر یک منبعی رو به کمبود بگذاره طبیعتاً گرونتر میشه و استفاده از اون کمتر میشه. این میشه استفاده بهینه از منابع، کارآمدی رو زیاد میکنه. اقتصاد بازار برای افرادی که توانایی فعالیت خوبی دارن امنیت اقتصادی رو میاره در قالب شغل درآمدزا، نه در قالب پول، نه در قالب پول دادن توسط دولت. افراد با توانایی‌های پایین در اقتصاد بازار به خودی خود تضمین نمیشن. به خودی خود این افراد تضمین نمیشن. ولی ما از شواهدی که در اقتصادهای مدرن داریم کاملا میبینیم که سیستم‌های تأمین اجتماعی دولتی در این کشورها بسیار بهتر از کشورهای کمونیستی کار کردن، بسیار بهتر از کشورهای دیگه کار کردن. افراد با توانایی‌های پایین از طریق سیستم‌های تأمین اجتماعی دولتی و غیر دولتی تحت پوشش قرار می‌گیرند. و بعد مهمتر از همه اینه که وقتی که درآمد در این کشورها بالاست، این افراد با توانایی‌های پایین بهتر میتونن تحت پوشش قرار بگیرن تا یک کشوری که درآمدش پایینه. اقتصاد بازار بر مبنای آزادی فعالیت‌های اقتصادی است. ولی این به این معنا نیستش که تمام فعالیت‌های اقتصادی دارای یک ساختار هستند. در اقتصاد مبحث بسیار مهمی مطرح میشه تحت عنوان شکست بازار. شکست بازار جاییه که به دلایلی از قبیل کمبود اطلاعات یا اثرات جانبی بازار نمیتونه مقدار بهینه‌ای از کالا و خدمات رو تولید کنه. در این موارد حتی کاپیتالیستی ترین کشورها برای دولت نقش تعریف میکنن. برای بعضی از فعالیت‌ها محدودیت میذارن و برای بعضی از فعالیت‌ها یه راه‌های دیگری غیر از بازار رو پیشنهاد میکنن. اقتصاد بازار بر مبنای توانایی افراد در استفاده از موقعیت‌ها کار میکنه. برای افراد فرصت برابر رو ایجاد میکنه. در عمل فرصت‌هایی که افراد در دسترس دارن هیچ وقت نمیتونه برابر باشه. فرصت‌هایی که در دسترس افراد هست بستگی به عوامل بسیار زیاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی داره. در نتیجه شما تبعیض رو همواره در تمام جوامع از جمله جوامع مبتنی بر اقتصاد بازار می‌بینید. و همینجاست که در بسیاری از این بازارها دولت وارد میشه و در جهت برابر کردن فرصت شروع میکنه به یک سری اقدامات انجام دادن. اقتصاد دستوری هم تجربه و هم در نظر مشخص شده که چون انگیزه افراد رو نادیده میگیره، چون منابع قیمتشون و هزینهشون وارد محاسبات نمیشه، نمیتونه در رشد اقتصادی موفق عمل کنه. اقتصادی مانند اقتصاد روسیه، اقتصاد شوروی به اصطلاح، یه جهش‌های کوتاه مدتی داشته برای 10 دهه، ولی این اقتصاد این جهش‌ها رو تجربه کرده، بیشتر به خاطر اینکه یه حجم عظیمی از منابع در یه دوره کوتاهی وارد اقتصاد شده. مثلا دولت شوروی برای یه مدت کوتاهی تونست زنهای خانه‌دار رو وارد بازار کار بکنه و اونها تولید رو زیاد کردن. در نتیجه رشدهای جهشی کوتاه مدت در این اقتصادها ممکنه. کره شمالی چنین کاری رو کرد، کوبا چنین کاری رو کرد. ولی این در بلند مدت کاملا غیر ممکن هستش که بتونن رشدهای این چنینی رو تجربه بکنن. اقتصاد دستوری تأمین دولتی نیازهای اساسی زندگی افراد رو جزو وظایف خودش میدونه و تضمین میکنه. از این نظر یه امنیتی رو سعی میکنه ارائه بده. ولی در عمل خیلی اتفاق میفته
که وقتی که انگیزه وجود نداره برای تولید انجام نمیشه و اون مقدار کالایی که دولت داره تخصیص میده برای زندگی افراد اونقدر کمه که کل جامعه با قحطی و گرسنگی ممکنه که روبرو بشن. نمونه خیلی بارزش کوبا، نمونه خیلی بارزش کره شمالی که موقعی که شوروی فرو پاشید هر دوی این کشورها برای یه مدت چند سال اونقدر دچار مشکلات شدن که در حد چند صد هزار نفر از جامعهشون رو از دست دادن. دولت در نظر تأمین نیازهای اساسی رو تضمین میکنه ولی در عمل بسیاری از مواقع به دلیل عدم توانایی تولید نمیتونه اون قولش رو انجام بده. آزادی اقتصادی که خب طبعا وجود نداره. در اقتصادهای سوسیالیستی یا آزادی محدودی برای بعضی از کسب و کارهای محلی داده شده ولی خیلی محدود و منجر به رشدهای زیادی هم نشده. در اقتصاد دستوری برابری فرصتها خیلی در موردش صحبت نمیشه برای اینکه یه گروهی به عنوان گروه حاکم اون بالاست که اگر صحبت از برابری فرصتها بکنه برمیگردن بهش میگن که خب تو چرا در کاخ کرملین بشینی و ما نشینیم. از برابری فرصتها به برابری مصرف تعبیر شده و در نتیجه سعی کردن که به همه یه مقدار مساوی از کالاها و خدمات بدن. برابری افراد، برابری مصرف، اینا صحبت‌هایی که در اقتصاد دستوری مطرح میشه. و همچنان که گفتم به دلیل کمبود منابع در بسیاری از موارد این نیازهای اولیه هم نمیتونه تامین بشه. در یه چنین شرایطی طبعاً اونایی که به دولت نزدیکترن، اونایی که به بوروکرات‌های دولتی نزدیکترن هم فرصت‌های بیشتری گیرشون میاد و هم مقادیر بیشتری از منابع گیرشون میاد. یعنی در عمل همون برابری مصرف هم رعایت نخواهد شد. اگر بخوام مطالب این جلسه رو خلاصه کنم به این نکات باید اشاره کنم. پاسخ به 3 سوال اصلی اقتصاد بستگی داره به سیستم اقتصادی که ما درش هستیم. در تمام فعالیت‌های اقتصادی نهادها که شامل رسوم و آداب غیر رسمی جوامع و نیز قوانین رسمی جامعه هستند نقش بسیار بزرگی در ایجاد انگیزه برای فعالیت بازی می‌کنند. ما اقتصادهایی داشتیم قبل از صنعتی شدن که محدودیت‌های طبیعی درش غلبه می‌کرد. در فرایند صنعتی شدن ما به تدریج بر محدودیت‌های طبیعت غلبه کردیم. در دوران مدرن ما علالقاعده 2 نوع اقتصاد رو بیشتر از بقیه دیدیم. یکی اقتصادی که اصولش بر مبنای عرضه و تقاضا و در واقع قیمت شکل میگیره. یکی هم اقتصادی که دستور از بالا توسط دولت به عنوان برنامه‌ریز مرکزی تعیین کننده کالا و خدماتیه که مصرف میشه. اقتصاد بازار در نظر و نیز در عمل بسیار موفق‌تر از هر سیستم کنترل شده دولتی عمل کرده. روز و روزگارتون خوش باد.